جایزه اتاوا رو برده، جایزه آسیا پاسیفیک و خرس نقره‌ای برلین رو برده، جایزه بزرگ فرانسه رو برده. صحبت می‌سپارم دست خانم خورشیدی که از تکنیک‌های کار بگن. دوست داشتنی هست، از تکنیک‌ها خیلی قوی کار شده. تقریباً 20 تا تکنیک شناخته شده، ثبت شده در واقع در انیمیشن وجود داره. استاپ موشن بوده، نوع استاپ موشن خمیری. در واقع زیر دوربین به حساب میاد. یعنی شما فریم رو نمی‌کشی، طراحی نمی‌کنی. یک دوربینی هست که ثبت می‌کنه حرکت‌هایی رو. گفته بود که 132480 فریم شات خورده. دونه دونه حرکت داده شد و عکس گرفته شد و این کار خیلی جزئیات داشت. 212 عروسک از جنس‌های مختلف چون پلیمر، فلز و پلاستیک، خمیر و سفال تو این پروژه ساخته شد. 475 تا شی مینیاتوری برای صحنه‌ها. یکی از این صحنه‌ها حدود 9 هفته وقت گرفته شد. 1026 دهان از جنس پلاستیک خالص ساخته شده. خود مکس حدود 30 تا دهان ساختن که گفتن حدود 76 کیلو پلاستیک مصرف شده. 886 تا دست، 394 تا چشم، 147 تا خیاط و طراحی لباس عروسی مری رو هم بر اساس لباس پرنسس دایانا ساختن. در هنگام کار 260 کیلو گوجه، 280 کیلو قهوه، 2600 لیتر شیر، 7800 عدد شیرینی مصرف شد. 5236 تا اون قطعه شیرینی رو کارگردان خورده. فیلمنامه‌اش هم که گفتن 1.5 سال طول کشیده و 2 سال هم پویا نمایش. واقعا گاهی اوقات فکر که اگر عشق نباشه نمیشه اصلا اینجور کارا رو انجام بده. اینها عروسک‌هاش یه مفصل داخلی دارن. ماده در می‌آوردن، خشک می‌شد، دوباره همین. انقدر این کار تکرار می‌کردن که این دست انگشت‌ها حجم می‌گرفت. کارهای استاپ موشن پیش تولید بسیار وحشتناک و طولانی و سختی داره. کارت مشاهده، کالچر مشاهده. ما الان واقعا نمیتونیم به هلیکوپتر بگیم چرخوال، رادیو بگیم مثلا دورگو. یه عرضه داریم، به خودم میگم، ما به کسی خودم رادیو بسازم اسمشو بذارم کروش، کل دنیا بگن کروش. خود سینما رو چی می‌خوام بگیم؟ اصلا می‌خواستم بگم سینما در خورشیدی خیلی ممنونم، واقعا اطلاعات دقیقی داشت. کار من نبود. این اطلاعات دوستان میگه من پراید دارم، با توکل بر خدا روشن میشه، با توکل بر خدا راه میره و با توکل بر خدا وای میسته. ما فیلم سازیمون همین. هانس اسپرگر یکی از کسایی بوده که این سندروم رو کشف کرده. روابط اجتماعی ضعیف، رفتارهای وسواسی و تکراری، همه رو دیدین ها. خویشتن محوری، تفکر منطقی و غیر عاطفی در ما هست. فقط کافیه بپرورونیمش. ما قفل در رو 10 بار دست بزنیم، حتما باید گوشی رو یه اینجوری بگیم. شما هم مثل من، ما هم کامل نیست. ما تو ایران متاسفانه به خصوص تو ایران قبل از شوپنهاور تو اروپا سریع فکر می‌کردیم طرف خوب حرف میزنه، خوب هم عمل می‌کنه. کورسوسنی که اینجا نشسته همیشه خوبه، همیشه همینجوری حرف میزنه. نه، من فوشم میگم. یا سندروم ها هم در ما هست ولی تشدید شده نیست. قول ما خنگن موفق ترین برنامه نویس کامپیوتری جهان هستن که من تو چهره شاید نشون ندم ولی مغز خندانی دارم. اگر اونا دنیا رو داشتن شاید دنیا بهتری بود، شاید بدتر. منظور اینه که اینا آدم‌هایی نیستن که ما بتونیم حذفشون بکنیم. علائم درسته ولی از درون نگاه کنه اصلا یه شاهکاره. در ستایش آدم‌های معمولی. یعنی ما تو فیلم قهرمان نداریم. قول افلاطون اگر کسی جرأت بکنه و حقایق رو بگه، آقا بدی محکوم به مرگ. که من صادقانه رفتار میکنم و من دوستی ندارم. تاریخ روانی ناشناخته داریم که آقا مهدی من شما رو با حرف خوب میتونم بکشم و این بده و این تز وحشتناکیه. در سیاست هم بسیار دکتر. ما گفتن 200 گفته چون نیم کردار نیست که اینا رو نجات میده. عشق به معنای واقعی کلمه میشه. اونور نیویورک و اینجا استرالیا خیلی مسافت طولانی. میگه که منو پلیس دستگیر کرد، دید به جز خودم برای کسی دیگه خطر ندارم. سندروم دان تحریک پذیریشون بالاست. شما تحریک پذیر نیستی؟ من محکم گازت بگیرم هیچ کاری نداری؟ بزنم به تخته الان 19 ساله این بیماری رو میشناختی؟ نه اگر میخوای از منطق خودت وارد بشی باید برگردی به فوبیاهای درونی خودت. در جوابش گفت کل احساسات منو انگار ریختی رو توی ماشین رخشویی. ما با نگاه خودمون دنیا رو نسنجیم. مترلینگ حرف قشنگی زده، گفت آدما دنیا رو ساختن و منطق
نگاه خودشون دنیا رو میسنجن. شاید یخچال ما مستطیل نباشه، متساوی و ساقین باشه و نگاه مگس درست باشه. تلویزیون مد شده آقا مهدی، خیلی میگن قضاوت نکنیم. یه جای قضاوت لازم، قاضی قضاوت نکنه چطور منی که دزدیدم از خانم خورشیدی رو تشخیص بده؟ نه همه جا که کاربرد نداره. حالا طرف اومده زده و دزدیده، من میگم دزدینا نکنش جان قضاوت نگذاشت و دزد رو من دیدم اومده رفته، قضاوت چیه؟